دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما تشکری میکنم که ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. دوستای عزیز، موضوع این ویدیو در مورد یک آهنگ زیبا است که توسط یکی از دوستای ما دمی هفته انتخاب شده و فرمایش داده شده. البته دوستای عزیز، من چرا یه آهنگ انتخاب کردم که ایده سرش ویدیو تهیه کنم و یعنی ما بسیار کسا داشتم که آهنگا را مثلا یک ماه پیشم انتخاب کرده بودن، اما دوستای عزیز ما آهنگا را به حساب نوبت انتخاب نمی کنیم که اگر بعضی دوستای ما مثلا میگن که نوبت ماست یا نوبت پشتو چی وقت است، نوبت دری چی وقت است. دوستای عزیز، اینجا نوبت کان نیست. ما آهنگایی که انتخاب میشه او را به اساس امو موضوع درسی تیوری ما که ما می داشته باشیم نظر به اون موضوع ما رو انتخاب میکنم و مثلا می بحثی که ما سرش دمی یک ماه آخر گپ میزنیم و صحبت میکنیم سر فریجین اسکیل که او در موسیقی ایندی همچنین از می اسکیل راگ بهروی جور شده. ما مصروف از می هستیم و آهنگایی که در همین راگ جور شدن یا در همین اسکیل جور شدن ما امو آهنگا رو سرش کار میکنیم. البته ما آهنگایی هم گرفتیم که او سر اسکیلای دیگه است، یعنی در دیگه اسکیلا جور شده که ما مربوط بحث ما نمیشه، از او خاطر ما اونا را سرش کار نمیکنیم فعلا. دوستای عزیز، ما اصلا دوست ندارم که موضوع پشتو دری بحث شوه. اصلا در کانال بسیار ما یک یعنی اعصابم بسیار خرد میشه که وقتی من این موضوع میشنوم که نوبت پشتو است و نوبت فارسی است. دوستای عزیز، موسیقی از خود یک لسان به خصوص داره. در موسیقی هیچ لسان دیگه کار نیست. موسیقی یک لسانی داره به نام لسان موسیقی که نه دو پشتو کار است، نه دری کار است، نه انگلیسی کار است، هیچ چیزی کار نیست. دوستای عزیز، لطفاً این رقمی صحبت ها رو و این رقم کامنت ها رو به زیر ویدیو نوشته نکنین، برای که این موضوع ما را کاملا دور میته و ما این نمیخوایم. دوستای عزیز، این ویدیو در مورد آهنگی است که از استاد اولمیر می باشه، دزمون زیبا وطن. دوستای عزیز، این آهنگ در اسکیل فریجین اسکیل است و جالب است. من به خاطر چی آهنگ انتخاب کردیم؟ به خاطر ازی که من در اینجا میخوایم نشان بدم که چطور ما اینمی آهنگ مثلا چطور میفهمیم که امی اسکیل زمین چی است یا راگش چی است. در یک باریکی بسیار خرد است. اگر که ما در شروع درسای ما می بودیم ما این موضوع اصلا یاد نمیکردیم، میگفتیم این راگ بهروی است خلاص. اما فعلا هم بسیار دوستای ما شاید اما فکر کنن چون امی آهنگ در اسکیل راگ بهروی است. امی نوتی که در اینجا وادی است که ماسته و زیادتر استفاده شده، سنبادیش امو ساسته که زیادتر استفاده شده. پکرش هم صدق میکنه، تقریبا چلنش هم. و ما وقتی که در آخر میبینیم که در ویستار امی آهنگ کانسورایی که باید استفاده شود نشده و با آهنگ اصلا احساس راگ بهروی نداره. دوستای عزیز، در یک راگ احساس در یک راگ اصلا راگ از اسکیل جدا میکنه. یعنی فرق بین اسکیلی که در اروپا اسکیل میگن و در موسیقی کلاسیک ایندی ایره راگ میگن، فرقش نمی است که در احساسش است. یعنی احساس در یک راگ مثل روح بدن یک انسان است، مثل از که انسان استخوان داره، پوست داره و گوشت داره، خون داره و بالاخره روح داره. اگر که تمامش باشه، یعنی استخوان باشه و پوست باشه و گوشت باشه، همه چی باشه، روح که نباشه، انسان دیگه زنده نیست. در راگ هم مترسته. در راگ وقتی که احساسی که برش تعیین شده اگر به مو احساس خوانده نشه، دیگه آهنگ باز فقط دمو اسکیل امو تات از امو راگ است،
در خود راگ خواندن شده که یکی از این آهنگا بسیار جالب امی آهنگ است. دوستای عزیز، من این آهنگ از اف میخوانم، اسکیل اف، به خاطر از اینکه زیاد نوت دایی استفاده نشده و دمینجا مقبول میامد و چون یک آهنگ میهنی هم است و خوبتر است که صدا بلند باشه. هرچی قدر که صدا پاور داشته باشه اما قدر صدای میهنی پاور به گوش میاد و جالب به گوش میاد. از اون خاطر از اینجا خوانده میدم. اسکیلش قسمی است. اسکیلش همون نوتای راگ بهروی است که ری و گاو داونی فلات یا کومل هستن، دیگهش سرای شد می باشن. و دوست عزیز، شما از هر جایی که می خوانین انتخاب دارین، یعنی شما مجبور نیستین که از این کش بخونین و ای که اگر نفهمین که مثلا از این جگه شروع کنین چی رقم، ما در سال در راگ بهروی شما برین اسکیل تات بهروی و راگ بهروی رو ببینین. در اون بسیار شکل واضح ما تشریح دادیم که چطور میتونین از هر اسکیلی که شروع کنین چی رقم شما نوتای راگ بهروی رو میتونین که پیدا کنین. اگر از اف بخوانیم اسکیلش قسمی هست که اف اول امی که ساس اینجا برای ما ایره ما با مغز خود خوب صحیح اول ثبت میکنیم. اینمی اسکیلش هست. اسکیل یعنی چی؟ یعنی نوت هایی که در می آهنگ استفاده شده اینمی نوت ها هست. شما ایده در ویدیوهای گذشته همچنان دیدین که از اسکیل ما همچنان ما میتونیم که برایم در موسیقی وقتی از اسکیل اجازه نداریم برایم که ما موسیقی کلاسیک میخوانیم، در موسیقی پاپ از اسکیل میبرایم. ما در می آهنگ ریر شد ریر استفاده کردیم. اینم اینجا شد ریر. ما دوستای عزیز در مورد کمپوزیشن از این آهنگ معلومات ندارم، نمیفهمم. یعنی این آهنگ آدم میتونه به شکل بهروی بخونه، اما امی استاد اولمیر ایره در گوش ما دوستای عزیز با احساس راگ بهروی نخوندم. در گوش ما میایه که این دمو اسکیل فریجین اسکیل است و در راگ یا کلاسیک نیست یا آهنگ کلاسیک نیست. از ما شروع میشه آهنگ. دزمون زیبا وطن، دزمون زیبا وطن، دزمون لیلا وطن، دا وطن موزنده دا افغانستان. همراه یک انگشت. دزمون زیبا وطن، دزمون لیلا وطن، دا وطن موزنده دا افغانستان. باز ملودی که در بینش میاد. قسمتش بود که ایدمو شروع اصلا ملودی که مال می نوازم ایدمو شروع آهنگم می نوازه ناوقته میشه.
دیگهش قسمی از این میلودیش بود دوستای عزیز. و انتریش امی کرد است. انتریش از پا شروع میشه. امی ملودی که در بینش میاد باز میلودی که در اول نواخته میشه یک دفعه دیگه می نازه. آهسته‌ایش یک بار دیگه دامود دادا وطن دامود بابا وطن دا وطن موزان دا افغانستان. ببخشین دوستای عزیز که من قسمی به خاطر کاملا شدین که دستم درست نیست که 50 صحیح نمیایم. دوستای عزیز دی آهنگ ریتمی استفاده شده که دی 4 تا ماتره وجود داره که امو شکل ریتمش در افغانستان به نام گیده یاد میشه که امی 4/4 تایم سیگنیچر است. دوستای عزیز ما در اپلیکیشن امی دوست ما که همیشه بر شما معرفی کردیم باز گیده سلو 75 انتخاب میکنیم و تمپویش
سی میمانیم و میریم امرای ریتم یا آهنگ تمرین میکنیم. این سام است که به شدت وقتی میخوره این سام است. دوستای عزیز، آیسای وانتری شردوش زمین ماده دوم شروع شده. 2 3 4 باز 1 2 3 4 1. دوستای عزیز، تمپورا را ما در ما مانده با اف و تمپوی ما سی است. عزیز، این بود ویدیوی امروز ما. امیدوار هستم که شما به بزرگواری خودتان کمی ها و کاستی های ویدیو رو ببخشین و از شما بسیار تشکر میکنم که تا آخر ویدیو همراه ما بودین و مرا سپورت کردین. امیدوار هستم که یک ویدیو جالب و آموزنده بوده باشه و از شما بسیار زیاد دوستانه بازم خواهش میکنم دوستای عزیز که ویدیوها را لطفاً در فیسبوک های خود، اینستاگرام، هر جایی که میتونین شیر کنین دوستای عزیز. تا هفته دیگه شما نازنینا را به خدا میسپارم. بای بای.